همین حالت روی خودتون میگه در همون شب روزی که در همون منطقه جنگ بود با شما مثلا چگونه تاثیر میرسوند همین چیز؟ از شهر خودمون به شهر صنعا اومدگیم با دیده بودم که آدمو کتی سلاح را گشتگی بودن یا دوتا برانی ترانسپورتور دیدگی بودم لیکن آدمو آزاد در همون شهر آزاد گشتگی بودن و گفتن که تو از سحر تو بگونی خودمون آزاد حس میکنیم با بگونی و کم کم ترپارانی میشد لیکن از طرف ایرپورت و گраждани و ایرپورت وینی کم کم وای میشد است ممکن بمب بارون میشد لیکن بعد ساعتای 7 میگن که 7-8 آدمو در شهر نمیگشتن بگونی و بعد شام آدمو نمیگشتن ترس داشتن که برای که بسیاریش کتی اولوشون رفتگی بودن برای اولوشون بسیار زخمی شدن که خیلی دو کس گفته بود که شب یا هم پیش کتی ما کار میکرد یا دکتر گفت که در پیش خانمون چیز تر کندن بودکو تای کروات در آمده ترسیدن گریه کردگی بودن. شما معاش آخرانی خود را گرفته بودید؟ نه تو آخیره نگرفتم حتی اتپسکنای ما نگرفتم تو آخیره برای که چخه که من با فهموندن که در اونجا بانکشون نیمشون محکم بوده است گرفتن نتونستن همه با $500 داده بلیت پولیشون دادن؟ اکو بلیت پولیشون که ای مسکو تو تاجیکستان بیایم باوری دارید که مبلغتون رو میگیریم؟ اکو هر کس با انصاف چید برروچ انصاف اگر او دو فکر 2011 با هم خیلی شدگی بود بسیاریش شکایت کردن که ما با ندادن روی نکردن جنگ اینو ویلیت شد یعنی از 3 شهر جنگ رفت فقط عدن خدایدا چی بعد تنها دیگه جوشون تیج هم در سنم فقط تمالود اومدن میزنه دو شب روزونه تیج خدایدا من هم خیلی چند زواد و فابریکوشون از زدن هم زوادو که یوگرت نیبرووردن هوایی زدن عدن لیکن جنگ تخت رفت من او در ولایت همین هر جا کار میکنم در چیز بیمارخونه ولایتی بیمارخونه کلان من پدیاترم دیسک ورژن کودکان دختری کودکان تو همین شروع جنگ مثلا زندگیتون چخیل بود باید در همین چند روز زندگی شما چخیل شد؟ من 4 سال بود در یمن بودم در دولت معرف ناز کار میکردیم وقتی که فهمیدیم که جنگ میشود بین شیعه ها و بین سنی ها ما فکر کردیم بین خودشون جنگ میشود ما به ضرر نیست وقتی که بمبارون کردن راستی گفت که ما ترسیدیم که یکی بمب میغلطد هیچ چی گفته نمیشد این همش دست خداوند